बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवा इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अय्यामे मुहर्रमन व क़यामे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु در ذهن همه مردم هست، گرچه این قیام یک درس برای همه مسلمانان و مردم آزاده دنیا و همیشه باید این صحنه و این قیام در اذهان زنده بمانه و جهانیان همیشه این فکر داشته باشند و همیشه یاد کنند. ولی ایام محرم چون ایام این قیام بوده و ایام شهادت امام حسین رضی الله تعالی عنه، لحظه مناسب هست که این ایام بیشتر به این سو ذهنها بره و این قیام و این شهادت مورد تذکره قرار بگیره. اهل بیت رضوان الله تعالی علیهم اجمعین از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و سیدة زهرا رضی الله تعالی عنها و فرزندان این بزرگواران و دیگر کسانی که بر اونها اهل بیت اطلاق میشه، اینها این بزرگواران در عهد خلافت راشده، در زمان خلافت راشده که 4 تا خلیفه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بر منهاج آن حضرت و سیره آن حضرت و مطابق با دستورات اسلام و قرآن حکومت کردن، حامی اسلام بودند و حمایت کردن این بزرگانا، همانطور که در زمان آن حضرت همه صحابه کرام و اهل بیت حامی آن حضرت بودند. در زمان خلافت راشده هم حمایت کردن، در زمان سیدنا ابوبکر صدیق، در زمان سیدنا عمر فاروق، در زمان سیدنا عثمان، در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ که خود زمان امور در دست سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ بود، حمایت کردن، همراهی کردن، هیچ اختلاف وجود نداشت. و بعد از اینکه اختلافی پیش آمد، بعد از اختلاف در
ज़मान शहादत सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इख्तिलाफ पेश आमद व आलम इस्लामी दो किस्मत तकसीम शुद। आज़मश در दस्त सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु بود، एक किस्मत در दस्त मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु بود بعد از وفات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ کار به دست حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ افتاد. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مصالحه کرده و صلاح ندیدن که در بین مسلمانان جنگ و اختلاف باشه، بلاد اسلامی به دو قسمت تقسیم باشه و مصالحه کردن و این حکومت در دست معاویه رضی اللہ تعالی عنہ تحویل دادن و قرارداد بر این بود و توافق بر این بود که بر منهاج و سیره حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء راشدین این حکومت ادامه پیدا بکنه و مسلمانان بجای اختلاف و هم متحد باشند، متفق باشند و حکومت اسلامی جهان اسلام بجای که دو قسمت باشه یک قسمت بشه، متحد بشه، یک پارچه بشه. لہذا هم این مسئله تا زمانی که معاویه رضی اللہ تعالی عنہ زنده بود این حکومت به همین صورت ادامه پیدا کرد. ولی زمانی که زمان امور به دست یزید افتاد و یزید یک انسان ناعقل بود و ناتوان بود و شخص بی کفایت بود، کفایت لازم را نداشت برای این بلاد وسیع و برای کشور بزرگ که شامل تمام جهان اسلام بود. لہذا نتوانست این حکومت اداره بکنه و بی‌کفایتی یزید، ناتوانی یزید، نااهل بودن یزید آشکار بود و زمانی که مملکت را فساد گرفت و زمانی که بی‌عدالتی گرفت و زمانی که اختلاف ها بروز کردن، ادعای زیاده گفتن آقا این توانایی نداره و یزید بیعت نکردن. بسیاری از بزرگان صحابه بیعت نکردن و این خودش میرفت به این سمت که این بلاد اسلامی تکه تکه بشه و مردم عراق، مردم کوفه که در دارالخلافت دوم اسلامی بودن، اولی دارالخلافت مدینه منوره بود، دومی دارالخلافت کوفه بود. از زمان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دارالخلافت به کوفه منتقل شد. مخصوصا مردم کوفه که با سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خیلی نزدیک بودن، پشت سر سیدنا علی رضی اللہ نماز می‌خواندند، اونها ناراضگی کرده، اظهار ناراضگی و گفتند که حکومت به دست نااهل افتاده و شخصیت های مثل سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حیات دارند، زندان، فرزند حضرت رسولان، فرزند حضرت علی و زهران، شایستان که در رأس این امت اسلامی باشه، در رأس حاکمیت باشه. مدیریت یزید مدیر ناتوانی است، توانایی اداره این مملکت را با این عظمت جهان اسلام نداره.
آنچه که بزرگان به دست آوردن، آنچه که به دست آمده آن حضرت به دست آوردن، خلفای راشدین به دست آوردن، مسلمانان به دست آوردن، همه را یزید برباد میکنه، همه را ضایع میکنه، همه را از دست میده. شوکت مسلمانان او قدرت مسلمانان به هم میپاشه، ناراضگی ها بروز کرد، ناامیدی ها بروز کرد، یأس بروز کرد. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دعوت دادن که شما بیایید به دارالخلافت کوفه و ما عراق بیایید و ما با شما بیعت میکنیم. همانطور که در خدمت پدر بزرگوار شما بودیم، سیدنا علی رضی اللہ تعالی در خدمت شما خواهیم بود، ما شما را حمایت میکنیم، حامی شما میشیم. این منصب شایسته شمایه. جهان اسلام نیاز داره به مدیریت شما، به مدیر توانمند، به مدیر عادل، به مدیری که کفایت داشته باشه. شما در خاندان آن حضرت بلند شدید، بزرگ شدید، شما شایسته اید، وحی در خانه شما آمده. حسن و حسین کسانی بودند که حضرت اونها را بوییدند، بوسیدند و فرمود الله من اینها را دوست دارم و تو اینها را دوست داشته باش. و روایت هر کسی اینها را دوست داره، بله تو دوست داشته باش. لحظه سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ به کوفه برای این در ایام سفر کردن. احساس کردن که این حرف مردم درسته، تقاضای مردم درسته، این خواسته مردم باید شنیده بشه، مردم حق به جانبن، کار به دست ناآل و ناتوان افتاده. ولهذا نباید این خواسته مردم نادیده گرفت، نباید به این خواسته مردم بی توجهی کرد. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ در همه ایام حج، قبل از این ایام حج، ایام حج بودن، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ سفر به عراق را اختیار کردن و سمت کوفه آمدن و حادثه کربلا رخ داد و حسین بن عقیل که نماینده سیدنا حسین رضی اللہ تعالی در عراق و کوفه بود و مردم به دست او بیعت کردن و این بیعت با حضرت امام حسین بود، او نماینده امام حسین بود. لہذا این مردم او حکومت وقت ترساند و تطمیع کرد و تهدید کرد و لشکر کشی علیه امام حسین انجام دادا. امام رحمه الله اینجا خطبه داده اینها را که شما مردمی که علا آمدید در مقابل من، شما بیعت کردید، شما من دعوت دادید، من به خواست خودم نیامدم، به خواست شما آمدم و الان که شما راضی نیستید، من همین راهی که آمدم به همین راه برمیگردم، من برای جنگ نیامدم. کسی که جای امام حسین برای جنگ می آمد، مردم مکه، مردم مدینه، هزاران نفر امام حسین یاری می کردند و همراهی می کردند. امام حسین با یک جمع و با خانواده‌اش، زن و بچهش همراه بود. کسی که به جنگ بره زن و بچه را همراه نمی بره. گفته حالا که شما راضی نیستید، من برمی گردم. بودم اونجایی که بودم مدینه منوره بودم و گفتم نه، شما باید تسلیم ما بشید که ما شما را اسیر کنیم و پیش یزید ببریم، حاکم وقت.
گفته که این ذلت هست و من این ذلت نمیتونم تحمل بکنم. اما که عروشه گفته میشه که حیات من نزد الله نمیده، گفته این برای من قابل تحمل نیست و شما بگذارید من رای که آمده همین را ببرم، برم به شهر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، آنجا جای منه، شما من کشوندید اینجا وردید. گفتن نه نمیشه، باید شما تسلیم بشید تا ما شما را به صورت اسیر ببریم پیش یزید. گفته این برای من ممکن نیست، این کل ماجرا همینه، روی مسئله جنگ رخ داد و امام حسین در مقابلی که اسیر بشه مقاومت کرد و جنگیده و امام حسین و یارانش اونجا همه شهید شده، جلو زن و بچه هایشون اونجا شهید شده. یزید در نااهلیش 2 کارنامه سیاه داره و این 2 کارنامه سیاه هیچ زمان برای مسلمانان قابل حل نیست، هیچ کسی نمیتونه این را قبول کنه، هیچ کسی نمیتونه این را توجیه کنه. شهادت امام حسین و یارانش کارنامه ننگین و سیاهی برای یزید بود و واقعی حمله به مدینه منوره و لشکر کشی دوم یزید به مدینه منوره که مردم مدینه بیعت نکردن با یزید، سر باز زده و حالا اون شرایط ما نبودیم، ولی شرایط وقتی که بررسی کنید تاریخ حق میدید به امام حسین رضی الله تعالی و مردم مدینه بیعت نکردن با یزید، صحابه بیعت نکرده و علیت نداره، لیاقت نداره. این جوان بی تجربه او چیزی که آن حضرت فرمود امارت و سبیان، یعنی امارت و حکومت بچه های بی تجربه و نادان، کسی که تجربه نداره او علیت نداره، تجربهش پیرانه و عمل از جوانانه، ولی اگر کار دست جوانی که تجربه نداره ولی جوانی که اهلیت داره لیاقت داشته باشه، ولی بعض جوانان که نه تجربه هر که کار به دست بچه ها بیفته مشکل درست میشه. و لحاظ همینه که امام حسین تشریف آوردن به همین مسئله بود و امام حسین برای جنگ نرفتن و نخواستن به جنگ، ولی جنگ برای امام حسین تحمیل شد و امام حسین چاره ندیدن جز جنگ. شهادت را امام حسین ترجیح داد بر اسارت که اسارت ها ذلت بار دیدن و قبول نکردن و امام حسین رضی الله تعالی عنه الگوان برای همه مسلمانان. امام حسین رضی الله تعالی عنه برای تمام فرق اسلامی، مذاهب اسلامی و حتی انسان های آزاده دنیا قیام امام حسین قبول میکنند، چه قیام در مقابل ظلم بود، قیام در مقابل بی‌عدالتی بود، قیام برای اجرای عدالت بود، اجرای قسط بود و بنابر خواسته مردم بود، بنابر درخواست مردم بود. خواسته امام مردم به خواسته مردم احترام قائل شدن، خواسته مردم به حق و بجا بود. امام این تشخیص دادن و تکلیف خود داد، دستان خود را مکلف دانستن که مردم حرف مردم را بشنوان، حرف مردم به زمین نیفته، مردم حق به جانبان و امام رحمه الله تعالی به سانه آمد. لحاظا یزید با این کارنامه‌اش که در کربلا انجام گرفت
و با این کارنامه که در واقع هر انجام دادن و مدینه منوره را 3 روز حلال قرار دادن برای لشکریانش جنایت کردن که قابل بخشش نیست و در مدینه منوره چقدر انسان کشته شد، چقدر خون ریخته شد در شهر مدینه منوره. مسجد النبی تعطیل شد، نماز در مسجد النبی و این حادثه دلخراش، این حادثه ننگینی بود برای حکومت زمان، حکومت یزید. و یزید هرگز حرف مردمش را مردم نشنید و نتوانست عدالت اجرا بکنه، مدیر بی کفایت بود، نتوانست ملک اداره کنه و مدیریت کنه و اگر مدیر توانمندی بوده اتفاقات پیش نمی آمد. لحظه این واقع درس برای همه که امام حسین رضی الله تعالی عنه و از قیامت امام حسین دست بگیرد. اهل بیت من از کردم که مشترکات و همه به اهل بیت عشق می‌ورزند، به اهل بیت علاقه دارند. اگر اهل سنت عزای خاص ندارند و این یک چیزی در بیان اهل سنت که اعتقادشون هست و فکر اهل سنتی که هر انسانی که وفات میکنه میری از دنیا 3 روز برایشون عزایه و بعد از او برای خودش اهل سنت معمولا برای هیچ کسی عزا نمیگیره. حتی در ایام وفات حضرت رسول، در ایام وفات خلفای راشدین، ایام یعنی سالگرد خلفای راشدین، سالگرد عزیزانشون، اما بالاخره نه 40 داریم و نه 7 داریم و نه سالگرد داریم. این همه میدونن که یک مسئله فقهیه و یک مسئله که اعتقادیه و اگر لباس سیاهان به تن نمی کنیم این توی هم مسائل فقهی من نداریم. و الا کدوم انسانی که دلش از این حادثه خون نباشه، کدوم انسانی که برای ظلمی که بر اهل بیت و امام حسین رضی الله عنه ناراحت نباشه، کدوم انسانی که امام حسین الگو نگیره و نقطه مهم در حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و در اهل بیت و در صحابه نقطه که مشترکه و مهم اینه که مهمترین مسائل اینه که ما به سیره این بزرگان عمل بکنیم. سیره این بزرگان برای ما سروران گرامی حیاتی و مهم آنچه که مایه خوشبودی الله، رضامندی الله و مایه خوشبودی برای آل بیت در دنیا و آخرت بود، اینکه مردم به سیره این عمل بکنن، به رفتار اینها را در زندگی من پیاده بکنن. امام حسین چی کار را انجام داده؟ سیره حضرت علی، سیره حضرت زهرا، سیره حضرت امام حسین، امام حسن، سیره صحابه کرام، سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. این سیره را باید ما اتباع بکنه. تنها ادعای محبت صحابه، تنها ادعای محبت اهل بیت، تنها ادعای محبت خدا و رسول کافی نیست، بلکه از پروردگار اطاعت بشه، از حضرت رسول اطاعت بشه و سیره آن عمل بکنیم. سیره صحابه کرام، سیره اهل بیت اعظام که امروز در میان مسلمانان خیلی کمه و
ضعیفی و مسلمان این قسم توجه ندارد. این حیاتیه و این مهمه و این ما باید عمل بکنیم و این سعادت دنیا و آخرت هست برای ما و الله تعالی به ما لازم است همونطور که این بزرگان به هر حال وحدت رعایت کردن و اتحاد مسلمانان را مراعات کردن همه بر ما است که بر مسلمانانی که در شرایط حاضر و در هر شرایط سیره این بزرگان را در راستای وحدت و هم برای اتباع کنند و تابعداری حقوق یکدیگر را رعایت کنند. شیعه و سنی هر جا هستند مسلمانان حق یکدیگر را رعایت کنند و یکدیگر را احترام بگذارند به یکدیگر و به یکدیگر توهین نکنند، به یکدیگر اهانت نکنند و حرمت مقدسات یکدیگر را داشته باشند و به مقدسات و به معتقدات یکدیگر اهانت نکنند و چیزی که دشمنان همین هدف قرار دادند که مسلمانان را به جان هم بیندازند و بلاد اسلامی را، کشورهای اسلامی را، ملت مسلمان اختلاف درست کنند تا بتوانند که از آب گلالود ماهی بگیرند. این به نفع شونه و لحاظا ما باید دشمن شناسی داشته باشیم و بدونیم اهداف دشمن را و این مسائل مراعات بشه و توفیق بده الله تعالی ما را که بسیله پاکان ما عمل کنیم و این بزرگان دوست داشته باشیم، محبت کنیم و بسیله این عمل کنیم. اینا اصول تقوان و نمونه برای ما و الله تعالی توفیق عنایت. نکته فقط یک حدیثی من خدمت شما عرض کنم در رابطه با مسئله این زن و مرد هست و حقوق یک دیگره که دین اسلام توصیهش در عموم همینه که زن الله تعالی رحمت قرار داده است و مرد هم رحمت پروردگار. زنان و مردان، زن و شوهر هر دو یکدیگر را رحمت بدانند و فرصت بدانند و یکدیگر را تحمل کنند و یکدیگر را برداشت کنند. بالاترین تمدن و زندگی راحت در انسان و رعایت حقوق از خانه شروع میشه، از ازدواج و از زن و مرد شکل میگیره. وقتی زن و مرد به یک دیگر حرمت قائل باشد، تحمل کنه یک دیگر را و برداشت کنه، بین فرزندان محبت پیدا میشه و این محبت سرایت میکنه توی جامعه رعایت حقوق و لحاظا اصلی مدنیت هم همینه و که حقوق انسان رعایت بشه. دین اسلام همونطور که متشکل از حقوق الله و از حقوق العباد اصلش از خانه شروع میشه و از زندگی زناشویی و از زندگی زن و مرد که این زندگی وقت زندگی درست بشه، حقوق رعایت بشن، حرمت رعایت بشن، احترام رعایت بشن، برداشت بشه، یک دیگر را تحمل کنن، به فرزندان و به جامعه سرایت میکنه و این مهم بیان حضرت در آخری حجت الوداع سخنان ایراد کردن به این که شاید نمونند در بیان شما و لحاظا آخری توصیهشون که می فرمودن در این آخری توصیه کردن که فاستوصوا بالنساء خیرا، توصیه کردن مردانا
که وصیت من قبول کنید در رابطه با زنان که با اونها خوبی انجام بدید، خیر انجام بدید. زنها را این که آمده که زن از فالو کج این باز علیه زنان استدلال میکنه، اشتباهه. آنازات یک فطرت را بیان کردن و این کجی فالو حسن تازه. اگر فالوشم کسی بشکنه فزش که این کجی را برطرف بکنه آدم نمیتونه زندگی کنه، مریض میشه. این که در فالو کجی هست این حسنه، این برای بقای زندگی، زیبایی زندگی. و فالو را مگر میشه که راست کرد؟ اگر فالو را کسی راست بکنه کسی زندگی نمیتونه رو کنه. ولهذا این استدلال از اشتباه برداشت نشه از حدیث. این حسنی در وجود انسان و فطرت انسان برای منافع انسان الله فالوش را کج کرده و روی این زنان تحمل بشه، با زنان بیشتر محبت بشه و زنها بیشتر برداشت بشن و توی زندگی زن شوهی خویشاوندان دیگر زن و شوهر دخالت نکنند، حتی مادرم دخالت نکنه، پدرم دخالت نکنه، برادران و خواهران این زندگی را برای اونها بگذارند که خودشون زندگیشون افتر و این مایه خیر، مایه برکت و رحمتهای الهیه که الله تعالی ازدواج و زندگی مشترک بین زن و شوهر و فرزندان الله تعالی قرار داده. انشاءالله بقیه صحبت ها در هفته آینده در این باره. روزه عاشورا، بله روزه عاشورا، تاسوعا و عاشورا را روزه بگیرین. توی حدیث آمده ابتدای اسلام روزه عاشورا فرض شد، رمضان نبود. ولی وقتی که رمضان آمد آن حضرت فرمود دیگه حالا این فضیلتی نداره ولی استحبابش باقی مانده، فضیلتش باقی مانده و اگر کسان روزه بگیرن. یک روایتی هست که فرمود بعد از رمضان بالاترین ثواب در روزه محرم هست. محرم توش کسانی بیتون دیگر روزه را هم روزه بگیرن و این روزه در ماه مبارک، ماه ابن محرم خیلی تاثیر داره و خیلی ثواب داره. الله تعالی توفیق عنایت کنه و آخر دعوانا الحمدلله.